برای حمایت خواهر، برای حمایت ناموسش او را کشتند. عددهای کشته شده ها نه 2 3 بلکه تا حدود 15 نفر و با معلومات دیگری که به اصلاح رسیده است حدود 20 نفر به قتل یا به شهادت رسانیده شده است. و طبق معلومات دیگری که از دارانهای مقامات انتظامی کشور رسیده است به جنرال ها و آنانی که در قدرت هستند و زیر فرمان رحمانوف قرار دادند، براشان چنین فرمان است که تا به زانو نشاندن بدخشانی ها باید که دیگر از بدخشان خارج نشویم. آن عربده‌ای که بر سر کولابی آورد، بر سر خوجندی و سوخدی آورد، بر سر زرفشانی آورد، بر سر حصاری آورد، بر سر قبادیانی و پنجی و بدخشانی آورد، نباید دیگر این ظلمش را ادامه دهد. و تنها استقامت من و تو ای کولابی، من و تو ای خوجندی، من و تو ای پنجی و قبادیانی و قمسنگیری در برابر این ظلم هم یکجا با برادران بدخشانی است. اگر ما و تو یکجا بتوانیم استقامت کنیم بر رحمانوف در این ظلم و ستمش، والله ما و تو پیروز میگردیم. والله رحمانوف صدام و روسیه از این وطن یا کار میکند یا اینکه به چنگال قانون میافتد و جزای سزاوار به این کهنه جنوب ظالم لعین عضوبردار دیکتاتور خواهد شد. تنها و تنها استقامت من و تو، تنها و تنها آن فکری که برای فرزند نبره و آینده داری، این استقامت من و توست. این استقامت تنها در برابر یک ظالم و دیکتاتور میتواند باشد که آن را ما و تو اگر خواسته باشیم برای نجات فرزند و نبره و زن و فرزند و خواهر و مادرمان اگر بخواهیم انجام دهیم، این استقامت من و توست. تا روزی که ما و تو در بری بدخشانی ها نباشیم، تا وقتی که ما و تو بدخشانی را از خودمان جدا فکر کردیم، چنانه که رحمانوف کهنه جنوب همیشه این کار را کرد و فکر کرد، والله قسم آن کاری که با بدخشانی ها کرد بر سر ما و تو بدترش را میخواهد بکند، بدترش را تطبیق میکند. و این خاطر نگذاره تا اینکه آن چیزی که در بدخشان شروع شده است، طلب کردن حقوقهای شهروندی خود برای عملهای جنایتی و برای گنتسیدی که در بدخشان انجام داده ایستاده است که نظیرش را در تمام مناطق کشور ما دیدیم و شنیدیم و میبینیم، ولی بمانندی بهایم آب در لب دهان گرفت و خاموشیم برای که مرا نکشند. جان خودمونه برتر بر جان ملت و وطن و مردم کشور دانستیم. جان من و تو بیشتر و بالاتر از جان گلبدین شهید غورمرگ نیست. جان من و تو از سبزعلی شهیدی که سال 2012 نامردانه او را به شهادت رسانیدن، جان من و تو بالا از اون نیست. جان من و تو بالا از جان کرامت شریفوف که نامردانه زهرش دادند و کشتن نیست. جان من و تو بالاتر از جان هزارها زندانی که زندانی اند و برای دادخواهیشان آنها باز هم مجازات و شیزا میشوند. جان من و تو بالا و برتر از آنها نیست. جان من و تو بالاتر از جان عزت امانی که در فکر مهاجران دور از وطن شب خواب نکرده برای مهاجران صدای نجده میداد تا اینکه اونها را کمک کند. جان من و تو بالاتر و برتر از جان اونها نیست. جان من و تو بالاتر از جان اون ادوکت هایی که برای حمایت افرادی که این ملت را حمایت کردند ولی گرفتاری 29 سال زندانی شدند، ولی اونها قهرمان ملتن، چون بزرگمهر یارو و محکم و دههای دیگر اون برادری فرخاریه که برای یک شهر اون را زندانی کردند و باز میخواهند بر جرم اون بیافزایند. جان من و تو بالاتر از اون نیست. بدانید که جان هر فرزند این ملت برای نزدیکانش قدر دارد، برای آن مادری که او را بزاده است قدر دارد، برای فرزند و همسرش قدر دارد. برای این تا اگر ما و تو یک جای این زحاکه که اگر زحاک در دو کتفش 2 مار داشت که مینه سر میخورد، رحمانوف چند هزار سرخور دارد که آنها عبارت از دخترها و دامادهای بیشمار و خسر برده ها و عروس ها و خده ها و رفیق ها و بایفرند ها و نزدیکان اینها که اینها والله از زحاک برترند. اینها از زحاک برای این ملت بیشتر ظلم و ستم کردند. اگر من و تو خاموش باشیم، پس باور بکنید خاموشی بدخشان خاموشی سوخت است. خاموشی بدخشان یا سقوط بدخشان سقوط سوخت و ختلان و کولاب و زرفشان و تمام وادی های کشور است. تنها استقامت میتواند رحمانوف ظالم را از مدار بیرون کند. از مدار بیرون کردنش این است که اون به کارهای انجام و دست میزند که نمیتواند، چون تدبیر این را فکر نکرده است. فکر کرده است تو امروز که مردم بدخشان به مانند دیگر مناطق مرغند، چون ما و تو را مرغ کرده است رحمانوف. این کار نکن که تو مرغ نیستی. اگر مرغ نمیبودی در روسیه نبودی، اگر مرغ نمیبودی برقی پدر و مادر نزدیکات خاموش نمیکرد، دستکات پیشی بر پیشوای ملت گفته نمیگشتی. و این خاطر مردم بدخشان را خاموش کنند. پس بدانید که برای سالیان سال رحمانوف اگر مرد و جان خبیثه‌اش هم برآمد، فرزندان او بر ما و تو حکومت میکنند و این عربده ادامه پیدا میکند.
فرزند تو غلام می شود، نبره تو غلام می شود، چنانه که پدرت غلام بود و بابایت غلام بود بر این عائله. پس برای آزادی امروز باید فکر کرد. اگر برای آزادی امروز فکر نکنیم والله قسم دیر می شود.